بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و نهایت با رحم. خداوند را شکر بی اندازه که ما را باز هم به ماه شریف رمضان رسانیده ایستاده است. خدایا، در آمد ماه شریف رمضان تمام بیماران را شفا، تمام دردمندان را دوا، تمام گمراهان را هدایت فرمایی و این ویروسی که در روی کره زمین پهن شده است، خدایا در این آمد ماه شریف رمضان این ویروس را از تمام کره زمین نیست و نابود بگردان و تاجیکستان عزیز ما را در حفظ و امانت نگه دار. خدایا تمام برادران غریب ما را در پناهت نگهبان باش. خدایا در دهنده خودت هستی و شفا دهنده هم خودت هستی. و اینک شعری که بهر رمضان آماده کرده ایم میگویم، گوش اندازه دوستانم. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خوشنودی و پیروزی بر پیر و جوان آمد. دلها ز فرح سرشار، آزادی زی سوزی نار بر پیر و جوان آمد. این ماه صفا باشد، هم ماه دعا باشد، جان و دل ما باشد چون جان جهان آمد. فرض است عزیزی من این روزه به مرد و زن، هم زکات جسم و تن هم راحت جان آمد. از فیض تراویحش، از سبقه و تسبیحش، بوی به مشام ما بوی زیجینان آمد. بار دیگر آمدن ماه شریف رمضان را به تمام مردم مسلمان مبارکباد میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جامعه را به زانو در آورده، امت را پریشان کرده. خدایا این درد و بیماری را از منطقه ما، کشور ما و بشریت دور بفرما. خدایا کسانی که به این درد و بلا مبتلا شدند را شفا و عافیت عنایت بفرما. خدایا کسانی که به این بیماری مبتلا شدند و تمام بیماران امت رسولت را شفا و عافیت عنایت بفرما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. خدایا دعا کردیم، دعای ما را قبول بفرما، دعای بندگانت را به اجابت برسان و این پریشانی و ناراحتی را از امت و بشر